سلام سلاطین، حالتون چطوره؟ امروز اومدم یه نرم افزار 100% رایگان و پیش‌فرض خود ویندوز رو بهتون معرفی کنم و آموزش بدم که از صفحه نمایش کامپیوترتون هم اسکرین شات میگیره و هم ویدیو ضبط میکنه. پس بدون هیچ معطلی بریم تا کارمون رو شروع کنیم. این نرم افزار به صورت پیش‌فرض روی سیستم شما نصب هست. واسه پیدا کردنش فقط بعد از بخش سرچ تایپ بکنید استیپینگ تول. همونطوری که دیدید من سه بخش اول اسمشو که زدم آیکونش واسه من آورد. حالا واسه اینکه اسیر نشیم هر سری بخوایم این برنامه رو پیدا کنیم، میایم روی آیکون نرم افزار کلیک راست می‌کنیم و گزینه پین تو استارت رو می‌زنیم. حالا چرا واسه من پین فرام استارت داره؟ چون من از قبل این کارو انجام دادم. شما میتونید اینو پین تو تاسک بار هم بکنید. ببینید من کلیک می‌کنم، همونطوری که دیدید اینجا ظاهر شده آیکون. میتونم جاشم عوض بکنم. حالا من از تو استارت میرم تو نرم افزار تا بخش‌های مختلفش رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید اینجا یه گزینه داره. اگر روی این کلیک بکنیم که الان روی این بخش هست، میاد از صفحه واسه ما عکس میگیره. یه کلید میانبری هم داره که اینجا واسه ما نمایش داده که اگر اینو بزنیم مستقیم مثلا نرم افزارم بازنمایشه میره رو عکس گرفتن، میره رو فاز عکس. اوکی. اگر این گزینه رو بزنیم میاد از صفحه واسه ما فیلم برداری میکنه که کلید میانبرش هم واسه ما گذاشته. حالا من واسه تست میام روی این گزینه کلیک میکنم که عکس بگیره واسمون و روی نیو کلیک میکنم. ببینید صفحه یه مقدار تاریک شد. حالا من روی کلیک چپ موس نگر میدارم، فشار میدم و جابجا میکنم که یک بخش روشن‌تر واسه من شکل میگیره. ببینید این بخش روشن اون بخشیه که واسه ما میخواد ازش عکس بگیره. همینطور که میبینید من هنوز نگر داشتم کلیک چپ موسا، هنوز ول نکردم. اگر رها بکنم همونطور که میبینید عکس واسه من گرفته میشه و وارد بخش ادیتور خود نرم افزار میشیم که میتونیم یه سری تغییرات رو توی این بخش روی عکس لحاظ بکنیم. این همون پن یا قلمه، میتونیم روش کلیک بکنیم، مثلا رنگش رو عوض بکنیم و ضخامتش رو بزرگ و کوچیک بکنیم که دیدید که پیشنمایش هم واسه ما اینجا نشون داد. حالا من میام مثلا همونطوری که دیدید کلیک چپو که نگه دارم میاد نقاشی میکنه روی صفحه. ممکنه شما مثلا عکستون نوشته داشته باشه و سری مثلا جای نوشتهتون مهم باشه و بخواید هایلایتش بکنید. ببینید میاد هایلایت میکنه. اون ماجیکا بود موقعی که مدرسه میرفتیم میگرفتیم جای مهم علامت گذاری میکنیم. این همونه. خب حالا ما الان این کار رو انجام دادیم، آقا خوشمون نیومد، میخوایم حذف کنیم یه سری چیزا رو. من کلیک میکنم روی پاک کن و همونطوری که دیدید کلیک کردم روی اون قسمتایی که نمیخواستم و حذف شد. حالا یه سری شکل‌های از قبل آماده هم این نرم افزار داره، مثلا مربع. ببینید من مربع اینجا میکشم. حالا یه سری تنظیمات هم داره. اینجا به طور مثال من مثلا رنگش سبز میذارم اینو و اوپاسیتیشو زیاد میکنم. همونطوری که میبینید میاد توی مربع رو واسه ما رنگی میکنه. میبینید رنگش مثلا نارنجی هم میتونید بذارید. حالا من اوپاسیتیشو صفر میکنم و رنگش هم که میذارم بدون رنگ باشه. ببینید اگه روی این بزنید دیگه هیچ رنگی نداره. از اینجا میتونید این ضخامت این خطای رنگش رو عوض کنید. مثلا من اوپاسیتیشو تغییر میدم، زیاد میکنم، رنگش رو نارنجی میذارم و همچنین ضخامتش رو کم میکنم. اوکی تا اینجا. خب مربع رو کشیدیم، میام مثلا دایره میتونیم بکشیم، خط میتونیم بکشیم، ارو یا فلش میتونیم بذاریم و همینطور یه استیکرهای آماده هم داره. مثلا میتونیم اینجا بذاریم، اینو بزرگ و کوچیکش بکنیم و به این صورت. خب بخش بعدی از اینجا میتونیم بیایم عکسمون رو کراپ بکنیم، اندازه‌شو مثلا سری جاهاشو تغییر بدیم. ببینید این قسمت میبینید یه ذره مثلا رنگش کمتره. اینو من اپلای میکنم و اون بخش‌ها حذف شد. این دوتا فلش هم که آندو و ریدو هست. ببینید من اینو که بزنم یه مرحله میره قبل، اینو که بزنم یه مرحله میره بعد. اینجا هم یه چیزی داره که فکر میکنم بهش میگن OCR. الان کاربردش رو بهتون نشون میدم. من اینو ببندم. ببینید یه بار دیگه من باز کنم این نرم افزار، یه عکس بگیرم این صفحه که نوشته توش داره. خب من این عکس رو گرفتم، میام روی این گزینه کلیک میکنم و همینطور که میبینید نوشته هایی که توی عکس بود واسه من تبدیل به تکست شد. الان من یه فایل متنی میام ایجاد میکنم، اون نوشته رو من کپی کردم. خب اینجا کنترل وی میذارم، همونطوری که میبینید این نوشته اومد اینجا. ممکنه مثلا شما تو عکستون نوشته‌های زیادی داشته باشید، حالا نخواهید بیاد دستی تایپ بکنید و زمان ببره واسهتون، میتونید از این قابلیت این نرم افزار استفاده بکنید. ببینید اینجا هم یه گزینه داریم ادیتینگ پینت که نرم افزار نقاشی خود ویندوزه. اگر روش کلیک بکنید شما رو میبره اونجا و میتونید اونجا یه سری تغییرات روی عکستون بدید.
حالا من اینو میبندم، سیوش هم نمی کنم. اینم که سیو از است و میتونید مثلا بیاید عکستون رو روی دسکتاپ ذخیره بکنید و تمام. حالا یه مکان پیش‌فرضم خود نرم افزار داره که اصلا هر عکسی که بگیرید اونجا عکس رو ذخیره میکنه که با هم بررسیش میکنیم و مکانش هم میتونیم تغییر بدیم. این گزینه هم که بزنید میاد این عکس رو روی کلیپ بوردتون ذخیره میکنه و مثلا میاد توی برنامه پینت به طور مثال کنترل وی میزنید این عکس رو کپی میکنه توش. این هم که بذارید 3 تا نقطه رو بزنیم، این زوم میکنه روی عکستون. این میتونه سرچ تصویری انجام بده توی موتور جستجوی بینگ. میتونید شیر بکنید عکستون رو، لوکیشن فایلی که داره ذخیره میشه رو میتونید بزنید مکانش رو بیاره. اوپن فایل، اوپن اسکرین شات فولدر، اینو میزنید همون فولدر عکسایی که گرفتید و میاره همون مکان پیش‌فرضی که بهتون گفتم که میتونیم تغییرش بدیم. اینم که پرینت میکنه. اینم که بخش ستینگه که بخش ستینگ رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب من الان اینو میبندم، یه بار دیگه وارد محیط پیش‌فرض میشیم. ببینید الان مثلا فرض بکنید میخوایم از صفحه فیلم برداری بکنیم. من اینو میزنم روی نیو کلیک میکنم، ناحیه خودم رو معلوم میکنم. ببینید اینجا 2 تا گزینه داره. این الان روش یه خطه. ببینید اگر کامپیوتر شما یا لپتاپ شما میکروفون داشته باشه میتونید بزنید روی این و صدای میکروفون هم وارد اون فیلم برداری شما بشه. این گزینه چیه؟ اینو اگر بزنید الان که فعاله. ببینید صدای خود سیستم داره توی ویدیو شما نمایش داده میشه، یعنی میاد. خب و اینکه اگر اینو بزنید به طور مثلا یه آهنگ پلی میکنید، صدای اون آهنگ اگر روی این خط کشیده شده باشه توی ویدیوتون نشون داده نمیشه. حالا من الان استارت رو میزنم، یه شمارش معکوس میره و حالا همینطور که اینجا میبینید ثانیه شمار داره حرکت میکنه. این الان داره از این ناحیه‌ای که ما معلوم کردیم فیلم ضبط میکنه. اگر اینو بزنم پاز میشه، به صورت موقتی استاپ میشه و اگر باز دوباره بزنم از ادامه میره. اگر اینو بزنم کلا استاپ میشه و اینجا میتونیم مثلا به طور مثال باز دوباره همون تنظیمات، حالا اینجا گیف هم میتونید بسازید و حالا اینجا مثلا سیو از میزنیم، مکانش رو معلوم میکنیم، یا مثلا میتونید ادیتینگ کلیپ چمپ رو بزنید که یه نرم افزار خود ویندوزه، حالا به این کاری نداریم. حالا سری تنظیمات دیگه تیریم یا اون برش فکر میکنم و اینم از این. خب من اینو باز دوباره میبندم، یه بار دیگه باز میکنم. اینجا یه سری بخشای دیگه داره که اینو بررسی میکنه. ببینید یادتونه که کلیکو که نگه می‌داشتیم، کلیک چپ موسو یه ناحیه روشن‌تری واسه ما میورد که مربعی شکل بود. این اونجاست، این همون مربع است. شما میتونید اینو تغییر بدید به ویندو. یه پنجره‌ای به طور مثال باز دارید، میخواید فقط از همون پنجره عکس بگیره، اینو که بزنید از همون پنجره عکس میگیره. اگر اینو بزنید میاد فول اسکرین واسه شما از کل صفحه نمایشتون عکس میگیره. ببینید بذارید من بزنم، همونطور که دیدید دیگه اون مربع ظاهر نشد که خودمون بخوایم مکان رو معلوم کنیم، از کل صفحه دسکتاپ ما اومد عکس گرفت. خب یه بار دیگه من وارد این قسمت بشم. اینجا هم که فری فرمه، یعنی اصلا فرم خاصی نداره، مربع نیست، دایره نیست، هیچ چیزی. خودتون میتونید مثلا یک فرم فری توش انجام بدید. حالا خودتون تست بکنید این بخشو. حالا من اینو میذارم باز روی رکتانگل که همون مربع میشه و حالا به این بخش میپردازیم. دیلی یعنی چی؟ یعنی تأخیر. ببینید ما همون موقع که مثلا عکسو که می‌خواستیم بگیریم، همون موقع که موس رو ول می‌کردیم همون لحظه عکس گرفته میشد. حالا مثلا من میام اینجا به طور مثال، من با مثال بهتون میگم که بهتر متوجه شید. روی مثلا 3 ثانیه تأخیر میذارم و این روی عکسه. حالا من باز دوباره اینو میزنم، ببینید یه ذره طول کشید و الان من این بخشو که انتخاب کردم الان واسه من 3 ثانیه تأخیر انجام داد و اون موقع واسه من عکس گرفت. اوکی، حالا من اینو میبندم، باز دوباره وارد این بخش میشیم، میریم توی بخش تنظیمات نرم افزار. من ستینگ رو میزنم. بیایم بخشای مهم تنظیمات این نرم افزار رو با هم دیگه بررسی بکنیم. زده automatically save original screenshot. یعنی چی؟ این همون فضایی که گفتم به صورت پیش‌فرض عکس‌ها میره توش ذخیره میشه. اینو میتونید در اینجا تغییر بدید. اینم میتونید بزنید که فولدرشو باز کنه. اوکی.
این گزینه چی کار میکنه؟ این گزینه میاد از شما میگه میخواید ازتون سوال کنم عکسی که ادیت شده تو همون فضای ادیت مود که بود، میگه میخواید ازتون سوال کنم ادیت شده رو سیو کنه یا نه، که نه این خودش اتوماتیک میاد اما ادیت شده رو سیو میکنه. مولتیپل ویندوز که به طور مثال شما مثلا 2 تا مانیتور شاید داشته باشید و میتونید حالا از این بخش سری تنظیمات انجام بدید که من کاری به این ندارم. add border to each screenshot میاد چیکار میکنه؟ بوردر میذاره واسه اون اسکرین شات هایی که انجام میدید، مثلا یه چیزی دور اون عکستون واسهتون میذاره. اینم این گزینه بعدی هم که واسه تنظیمات HDR که اینم بهش فعلا کاری نداریم و میرسیم به این بخش که ببینید این برای مکانیه که ویدیوهایی که از صفحتون گرفتیده. خب اون واسه مکان پیشفرض عکس‌ها بود، این واسه ویدیوهاست. اینم میتونید رو چنج بزنید و مکانش رو تغییر بدید. اینم که بزنید همون مکانی که تغییر دادید یا همون مکان پیشفرض واسهتون باز میکنه. خب اینجا هم ببینید میگه میخواید میکروفون باز باشه، مثلا به طور مثال شما دارید ویدیو ضبط میکنید، همون جایی که گفتم 2 تا گزینه بود میکروفون روش خط کشیده شده بود به صورت پیش‌فرض، شما میتونید اینو آن بکنید به صورت پیش‌فرض صدای میکروفونتون باز باشه همیشه. اینم که صدایی بود که از خود کامپیوترتون بود که اونجا آن بود به صورت پیش‌فرض که میبینید اینجا هم که هست. اگر اینو آف کنید به صورت پیش‌فرض اونجا هم صدایی از کامپیوتر شما نمیگیره. خب بریم پایین‌تر ببینیم چی داریم. Use the print screen key to open snipping tool. ببینید این نرم افزار snipping tool یه دونه کلید میانبر داره که شما اگر بزنید این نرم افزار باز میشه که پرینت اسکرین روی کیبوردتون هست. از اینجا شما میتونید بیاد اینو بزنید و این کلید میانبر رو تغییر بدید. و دیگه پایین‌تر ببینید چی داریم. این هم تم نرم افزاره که میتونید ببینید اینجا بزنید مثلا تم روشن باشه، دارک باشه یا نه. Use System Setting میاد از تنظیمات سیستمتون این تمو میگیره که من تم سیستمم دارکه، خود نرم افزارم رنگش دارک شده. خب دیگه تنظیمات دیگه نیست و همه چیز گفته شد. خب دوستان امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه و واسهتون کاربردی بوده باشه. ما توی چنل زنگ نرم افزار میایم یه سری نرم افزارهای کاربردی رو بهتون معرفی میکنیم و آموزش میدیم. خوشحال میشیم اگر ما رو دنبال بکنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنید که لایک شما به ما انرژی میده که این مسیر رو پرقدرت‌تر ادامه بدیم. تا یه ویدیو دیگه بدرود دوستان.